بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. می‌فرماید موقع ازدواج و تزویج امیرالمؤمنین صلوات الله علیه که رسید، رسول الله فرمودند ملکی بر من نازل شد که برای او 24 صورت بود. گفتم یا حبیبی جبرئیل، تو بی این شکل برای من تا به حال ظاهر نشدی. عرض کرد من جبرئیل نیستم، من ملکی دیگر هستم. برای چه آمده ای؟ آمده ام پیوند دهم نوری را با نوری. تعبیر به نور است و این پیوند در اینجا انجام می شود. تزویج اینجا واقع می شود، در همین تراکم دنیوی. تعبیر به نور است. فرمود کدام نور و با کدام نور؟ عرض کرد تزویج کنم علی را با فاطمه سلام الله علیهما. موقع تزویج خداوند دستور داد به حورالعین در بهشت که شما خود را زینت کنید و از درهای بهشت نثار کنید بر اهل زمین و ببارید بر زمین، نثار و منتشر کنید. حورالعین به فرمایش خدا و دستور خدا درها از بهشت نثار کردن بر این عالم و این درها در این عالم واقع شد، بر روی زمین نثار کردن. این درهای بهشتی تراکم دنیوی بعضی ها پیدا کردن و به دست بعضی از مردم رسید، اما ندانستند چیست. از جمله پدر شیخ بهایی به نام شیخ حسین ابن عبدالصمد، این خودش میگوید در مسجد کوفه من عقیقی پیدا کردم. عقیقی چقدر زیبا، روی اون عقیق نوشته شده بود انا در من السماء نفحونی یوم تزویج والد السبطین. من دری هستم که از آسمان، که معلومه یعنی بهشت، از آسمان مرا نثار کردن. کی؟ اون روزی که ازدواج کرد والد سبطین، پدر امام حسن و امام حسین یعنی امیرالمؤمنین. روز تزویج امیرالمؤمنین و ازدواج حضرت مرا نثار کردن از آسمان و یا نشرونی، مرا منتشر کردن از اونجا. رسول خدا میفرماید به اصحاب خود که امر ازدواج فاطمه سلام الله علیها رو خدا به عهده گرفته، عقد او رو خدا بخواند. شاهدان برای این عقد و ازدواج ملائکه هستند، جبرئیل است. روایت مفصله. مهریه‌ای که برای او قرار داده شد چه هاست در آسمان، در روایات مختلف رسیده. این چه تأثیری در عالم گذاشت؟ اولا آنچه که درباره ازدواج فاطمه سلام الله علیها رخ داد در عالم سنت شد برای همه ازدواج ها. ببینید چه تأثیر کلی داره. سنت شد برای هر ازدواجی که قرار صورت بگیره و تحت نام اسلام باشه، تحت تبعیت از قرآن و اطرت باشه، تأثیر گذاشت در اون. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند وقتی که فاطمه سلام الله علیها حرکت کرد برای رفتن به منزل امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، سوار بر ناقه‌ای شد. سلمان یک طرف، خود رسول الله طرف دیگر ناقه، که مشایعت کنن و همراهی کنن فاطمه را. جبرئیل طبق روایت با 70,000 ملک آمدند. تکبیر گفت رسول الله، تکبیر گفت جبرئیل، تکبیر گفت میکائیل، تکبیر گفتند و الله اکبر گفتند. این 70,000 ملک سنت شد تکبیر گفتن برای جریان دامادی و عروسی. سنت شد الله اکبر گفتن. از کجا؟ از همین عملی که انجام شد در جریان ازدواج فاطمه زهرا سلام الله علیها.